پاسپورت دومینیکا، اساسا دومینیکا کجاست؟ پاسپورتش بشه در نمیخوره؟ اصلا چرا باید این پاسپورت رو بگیرین؟ اگه شما هم دلتون میخواد جواب این سوالا رو بدونید توی این ویدیو با من همراه باشین. دومینیکا یکی از جزایر حوزه کارائیبه. جزایر این منطقه یه سری شرایط گذاشتن برای کسانی که دلشون میخواد با یک سرمایه گذاری یه پاسپورتی دریافت کنن. حالا این پاسپورت چقدر اهمیت داره؟ چرا اهمیت داره و به چه دردی میخوره؟ با داشتن پاسپورت دومینیکا میتونید به بیش از 140 کشور سفر کنید. توی این 140 کشور حوزه شنگن کاملا داخلن و کسایی که پاسپورت دومینیکا رو دارن خیلی راحت‌تر از دیگران ویزای کانادا و امریکا رو میتونن دریافت کنن. علاوه بر این پروسه کاری پروسه‌ایه که تقریبا بین 6 تا 7 ماه طول میکشه. نیازی به حضور فیزیکی شما اونجا نیست. یعنی شما در هر حال قرارداد مربوطه به دریافت پاسپورت دومینیکا رو وقتی امضا میکنین و همه مدارکی که لازم هست رو به شکل ترجمه شده میارین، پروسه کار شروع میشه و ظرف این مدت در واقع مرحله پیش میره. نهایتا هم پاسپورتش رو دریافت میکنین. پاسپورتش ابتدای پاسپورت 10 ساله است و بعدش هم میتونین پاسپورت رو تمدید کنین. حالا اینکه چه شرایطی داره گرفتن پاسپورتش، هزینه‌هاش به چه شکل، اونها رو توی جلسه که میتونین داشته باشین، جلسه مشاوره که میتونین داشته باشین با همکارای من کارشناسای مربوط به این حوزه در دفتر ساننس هست، به طور کلی میتونین اطلاعات رو دریافت کنین. فقط یه چیزی که دلم میخواد اینجا بگم اینه که مثل مهاجرت به همه جای دنیا میدونین که از سال 2022 به بعد شرایط مهاجرتی به همه جای دنیا سخت‌تر شده و همینطور هم ادامه خواهد داشت. یعنی هم سخت‌تر میشه هم گرون‌تر. برای پاسپورت دومینیکا هم ما پیش بینی میکنیم با توجه به در واقع اون بازه زمانی که داشته از آخر ژانویه به بعد قرار هستش که یک مقدار قیمتاش گرونتر بشه و شرایطش سخت‌تر بشه. اگر جزو جاهایی هست که شما در برنامه مهاجرتتون بهش فکر میکنید، تماس بگیرین، اطلاعات کافی رو ما در اختیار شما قرار بدیم و اگر که در هر حال یه طوری بودش که با شرایط شما منطبق و سازگار بود، پیشنهاد میکنم که زودتر راجبش اقدام بکنید. امروز اقدام بکنید از فردا بهتره.